سلام، من امیرحسینم. به فوتبال پادکست خوش اومدید. ویدیو امروز ما در مورد درگیری و اخاذی کریم بنزما از همتیمی سابقش متئو والبوناست. اینکه دقیقاً چه اتفاقی افتاد و داستان چی بود در ادامه براتون تعریف میکنم. برای اینکه بفهمیم دقیقاً چه اتفاقی افتاده باید بریم به سال 2015. اون زمان کریم بنزما و متئو والبونا برای تیم ملی فرانسه بازی می‌کردن که خبری تو رسانه‌های فرانسوی منتشر شد مبنی بر اینکه ویدئویی از رابطه جنسی متئو والبونا پیدا شده. البته این موضوع بعد از شکایت والبونا به پلیس فرانسه مطرح شد. اون پیش پلیس فرانسه رفت و شکایت کرد که عده‌ای با داشتن فیلم رابطه من میخوان ازم اخاذی کنن. اون زمان جزئیات زیادی از این پرونده به رسانه‌ها درز نکرد. ولی وقتی پلیس فرانسه سراغ کریم بنزما تو اردوی تیم ملی رفت، اوضاع عوض شد و رفته جزئیات بیشتری از این ویدیو جنجالی منتشر شد. والبونا به پلیس گفته بود که بنزما با اون افرادی که قصد اخاذی ازش دارن در ارتباطه و اونها رو میشناسه. ولی بنزما زیر بار نرفت و گفت که والبونا ماجرا رو درست توضیح نداده. اما داستان از این قراره که یکی از دوستای کودکی بنزما به نام کریم زناتی پیش بنزما میاد و میگه عده‌ای از آشناهام گفتن که فیلمی از والبونا دارن و میخوان اونو تو اینترنت پخش کنن. برو پیش والبونا بهش بگو من میتونم جلوی پخش شدن این ویدیو رو بگیرم، به شرطی که حاضر بشه مبلغی رو به من بده. بنزما پیش والبونا میره و میگه که دوستی داره که میتونه این مشکل رو حل کنه. بنزما به والبونا پیشنهاد میده که به دیدن زناتی بره تا این قضیه تموم بشه و اینجاست که روایت‌ها با هم نمیخونن. والبونا میگه که از طرف بنزما تحت فشاره تا با کسایی که میخوان ازش اخاذی کنن همکاری کنه. ولی بنزما میگه همچین چیزی درست نیست و به عنوان یک دوست فقط میخواستم کمکش کنم. قصد و نیت کریم بنزما تو این پرونده سوژه اصلی این داستان 6 ساله است که قاضی برای رسیدن به رأی نهایی نیاز به سند و مدرک بیشتری داشته. مسئله مهمی که دادگاه هم روی اون دست گذاشته و نقش کریم بنزما رو پررنگ کرده اینه که بنزما در مورد افرادی که قصد اخاذی داشتن تمام واقعیت‌ها رو نگفته. یکی از افرادی که بنزما اسمی ازش نبرده مصطفی زوایی هستش. بعداً مشخص شد که ارتباط بیشتری با هم دیگه سر این پرونده داشتن. تو پرونده کریم بنزما و متئو والبونا که نهایتاً منجر به جدایی جفتشون از تیم ملی فرانسه برای مدت طولانی شد، پای 4 نفر دیگه هم در میونه. این 4 نفر همونایی هستن که از طرف دادگاه به عنوان متهمای اصلی معرفی شدن. اتفاقاً یکی از این افراد همین کریم زناتی هستش که بنزما به عنوان دوست دوران کودکیش معرفی کرده. 2 متهم دیگه اکسل آگنو و مصطفی زوایی هستند که به ترتیب به 2 سال و 2 سال و 6 ماه حبس قطعی محکوم شدن. کریم زناتی به 15 ماه حبس قطعی و یونس اواس هم به 18 ماه حبس تعلیقی محکوم شدن. کریم زناتی و مصطفی زوایی همون 2 نفری هستن که عنوان شده در این پرونده از کریم بنزما استفاده کردن تا از والبونا اخاذی کنن. پای کریم بنزما به صورت قطعی تو این پرونده گیره و آن قرار محکوم بشه. قبل از اعلام رأی دادگاه رسانه‌های فرانسوی نوشتن که احتمالاً بنزما به 10 ماه حبس تعلیقی و 75000 یورو جریمه محکوم میشه. اما بعد از صدور رأی 10 ماه تبدیل به 1 سال حبس تعلیقی شد. البته که وکلای بنزما به این حکم اعتراض کردند و گفتن بنزما فقط به همتیمیش خبر داده و هیچ فشاری به اون برای پرداخت پول وارد نکرده و اون حتی نگفته اگه پولی پرداخت نکنه ویدیو رو منتشر میکنن. بنزما در مورد این پرونده میگه من از حماقت و ساده بودنم تعجب میکنم. اثرات این پرونده باعث شد که بنزما چند سال از تیم ملی دور باشه و به فوتبالش هم سلامه بزنه. نظر شما چیه؟ آیا بنزما قصدش واقعا کمک بوده و تقصیری نداشته یا خودش هم با این بات همکاری میکرده؟ خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. اگر از ویدیو امروز خوشتون اومد لایک و سابسکرایب فراموش نکنید. خوشحال میشم نظراتتون رو برام کامنت کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.